در افغانستان که بودیم در خبرها، در برنامه تلویزیونی، در زیادتر برنامه سیاسی که میمانا رو دعوت میکردن، از کشورهای مثل امریکا، اروپا، استرالیا ایجایا به عنوان جهان اول یاد میکردن. او هم به دلیل ازی که مردم در اینجا زیاد فهمیده است، زیاد درس میخوانند، زیاد یاد دارند در هر مورد. و میگفتیم کی وطنه که ما رقم شوه. دمی فکر آوردیم حالی که نزدیک به 3 سال شده آمدیم، واقعا حال درک کردیم، حال فهمیدیم که در اینجا آدم چقدر میفهمیده از زیاد چیزا را. اینمیال من امروی مادر اولادا که در خرید میرون، باور کنیم برای یک دفعه نشده که من پرسان کنم کدام مایه ظرفشویی خوبش است. خودم یاد دارم، میفهم کدامش خوب قف میکنم، کلگیش تجربه کردیم و با خاطر یاد دارم. من مطمئن نیستم زیادتر دوستایی را میفهمم کدامش خوب مایه ظرفشویی است. دمی دوکانای کلان که دمی یک بار صافی را کنی در او مایه ظرفشویی میزنی، دیم کل ظرفا را باید بوشی قلزه سیک قطعه تو خوبش هست. این مایه ظرفشویی این خویی این ما از ایران که فهمیده تر شدیم. چای که میمانم میفهم در چند دقیقه جوش میکنم. اینه فهموندو جهان اول از یاد بگی.